سواد بهترین چیزی است که آدم قدر بدونه که حالا تو گریبانی مگر نمیکنه. ارزش رو آدم بدونه. آدم که سوادش آدم رسیده به جا شیشته پشت میز شیشته راحت پول پیدا میکنه. حالا که سواد نداری وقت تاشون گری کشی کنی. نمر تمام رو رفتن عمل ندارم. به سن من 40 شده 50 شده از مجبوری گری کش میکنم. بیسوادی درد، رنج، مشقت و زخم بر پیکر جامعه. نداشتن مهارت خواندن و نوشتن از دردهایی است که همیشه منجر به ایجاد مشکل می شود. آدم بیسواد کوره که به جای تبلیغ یا جای پول بانک پیش بانک نمیفهمه. شماره موبایل خود نمیفهمه. پشت موبایل شماره نوشته من سواد ندارم. آنیا موبایل من. سواد ندارم که شماره موبایل خود بخونم. آموزش و پرورش گذرنامه‌ای برای رفتن به آینده است و زبان ساده‌تر فردا متعلق به کسانی است که امروز برای آن آماده می شوند. در افغانستان اما 10 میلیون نفر از جمعیت بالای 15 سال سواد خواندن و نوشتن را ندارند و همه ساله بر تعداد آنها افزوده می شود. خب اگر سواد می‌داشتیم یک معلمی می‌بودیم یک معاشی می‌گرفتیم خوب بود. خب چه حالی که سواد نداریم دیگه افسوس زیر میخوانیم که سواد نداریم. حالا من خود مثلا نمیجه سه چرخ دارم روزا کار میکنم دیگه درسته نمیرسیم که مثلا به کورس یا مثلا به مکتب چیزی بره دیگه درسی بیاموزه دیگه از طریق اینترنت تلویزیونی مثلا برنامه باشه که از طرف شو بتونی کارم مثلا چیزی بیاموزه. تلویزیون جهانی معراج به عنوان بزرگترین منبع آموزش تصویری در افغانستان با درک نیاز جامعه این بار به تولید برنامه سوادآموزی اقدام کرد. همچنان این رسانه برای ارتقاء سطح علمی جمعیت دانشگاهی نیز برنامه را روی دست دارد. دفتر تیکای ترکیه در هرات در قسمت ساخت و تجهیز دکور برنامه سوادآموزی از راه دور و ارائه دروس دانشگاه به صورت مجازی رسانه معراج را همکاری کرده است. خب دفتر ما یا ریاست ما همیشه به کارهای آموزش اولویت میده چون این یک نیازمندی اساسی است برای این جامعه. البته برای همه مردم همینطور است. متاسفانه در افغانستان این ضرورتر یعنی اضطراریه. شاید بگیم که باید این زمینه کار بیشتر بکنیم. این مثل یک مسئولیت به دوش ما بود ولی دوستانی که در این ساحه کار می‌کردم قبلا هم به دفتر معراج می‌آمدیم می‌رفتیم و کارهایی که فرهنگی آموزشی انجام می‌دادیم خوشحال می‌شدیم. یک زمینه شد که دوباره همکار باشیم و این پیشنهاد وقتی آمد ما خیلی استقبال کردیم چون این مستقیم به نیازمندی مردم میرسه جواب میده در ساحه بیسوادی در سطح دانشگاهی یک تاثیر مثبت داشت به خاطر ما علاقه‌مند شدیم و یک همکاری داشتیم. توجه به آموزش و پرورش بخشی از رسالت رسانه هاست که کمتر به آن توجه شده است. رسانه ها با ویژگی هایی که دارند می توانند در زمان واحد برای میلیون ها نفر فرصت آموزش را مهیا سازند. مثل می آفتاب واضحه که علم و دانش که میتونه باعث خوشبختی و سرافرازی یک ملت بشه. ما هر کدام به عنوان یک رسالت مسئولیت چه رسانه های چه معلمان چه دولت تمام ما وظیفه داریم که بحث سواد و سواد آموزی به یک فرهنگ تبدیل بکنیم و این مروج بسازیم به جامعه خود. We put our TV station and disposal of education service. تلویزیون جهانی معراج به همت مادر آموزش و پرورش افغانستان پروفسور سکینه یعقوبی تأسیس شده و توجه به آموزش و پرورش در دستور کار این رسانه است. دفتر تیکای ترکیه نیز از بزرگترین حامیان برنامه‌های فرهنگی در کشور است. حداقل در یک سال گذشته این دفتر برنامه‌هایی چون استعدادیابی جوانان، تجهیز لیسه ناشنوایان هرات، مرمت موی مبارک، پروژه حفاظت از سنگ 7 قلم، ترمیم و بازسازی زیارتگاه جامی و ده‌ها پروژه دیگر را انجام داده که از سوی تلویزیون جهانی معراج بازتاب داده شده است.